رکورد آقا بریم. سلام توپونم امیرتورم، خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو از چنل ترابل تو فیلم. خیلی خوشحالم که اینجا و تونستم بالاخره اولین ویدیو رو رکورد کنم بعد از یه هفته که کنکور داشتم. بالاخره اینجا برای اولین ویدیو. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. کلی خبر در مورد فیلم و سریال با هم دیگه خواهیم دید، خواهیم شنید، با هم دیگه یه عالم ارتباط خواهیم گرفت. امیدوارم که حتما ما رو دنبال کنید. این ویدیو رو اگه دوست داشتید تو انتها لایک کنید. حتما برامون کامنت بذارید اگه ایده جدیدی تو ذهنتون بود، اگه ایده‌ای داشتید برامون، نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی برامون حتما کامنت بذارید. امروز قرار 5 دلیل بهتون بگم که اصلا چرا سریال شوگون انقدر معروف شد. اسمش شوگونه بچه‌ها، اسمش چیز دیگه نیست. شوگون نوشته میشه، شوگون خونده میشه. قرار در مورد این سریال صحبت کنیم. امیدوارم که لذت ببریم با هم دیگه. بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه بریم سراغ 5 دلیلمون، اولا چند تا نکته بگم. نکته اول این که فیلم از روی کتاب به همین اسم شوگون نوشته شده. کتاب توسط جیمز کلیول توی سال 1990 نوشته شده. کلا کتاب پرفروشی بوده توی همون زمان و الانم که دوباره سریالش اومده قاعدتا فروشش بیشتر خواهد شد. سریال 10 قسمته، یه مینی سریاله که فکر نکنم من فصل دومی داشته باشه. توی همین یه فصل اتمام رسید. حالا تو اواخر سریال خودتون میفهمید که توی فصل دومی نخواهد داشت. سازندگان سریال 2 نفر که زن و شوهر هم هستن با هم دیگه، به اسم ریچل کوندو و جاسی مارکس، که ریچل که خانومه باشه و مارکس که آقای باشه. ریچل تباری ژاپنی داره. خب سریال هم مربوط میشه به کشور ژاپن و اصلا تاریخ ژاپن و از نظر شباهت داره به فیلم آخرین سامورای. اونم سازنده هاش زن و شوهری بودن که اونا یا آمریکایی یا ژاپنی بودن. اینا هم همین شکلیه. بریم سراغ دلیل اولی که مهمترین، شاید اصلی ترین دلیلی که اصلا سریال انقدر معروف شد این بود که منتقدین سریال اومدن سریال مقایسه کردن با گیم آف ترونز. سریال تاج و تخت که یکی از معروف ترین سریال دنیا با نمره‌های بالا از قسمت‌های مختلفش نمره‌های بالایی داره، اومدن مقایسهش کردن. سریال توی همون ژانر قلمرو خواهی، ژانر شمشیر و این داستانا، ولی به طور کلی ژانر تاریخی داره. سریال گیم آف ترونز اون بخش تاریخیش نبود، روی کتابی که به علم تخیلی نوشته شده بود، ولی شوگون این بخش تاریخیشو داره. خود کتاب شوگون و سریال شوگون تمام اشخاصی که هستن برگرفته از اشخاص واقعی هستن، ولی اسامی همون اسامی نیستش. یعنی مثلا اسامی که توی سریال به کار برده میشه اسامی واقعی در دنیای واقعی نیستن، ولی برگرفته از اون شخصیت. سریال شوگون تقریبا میتونیم بگیم که تلفیقی از 2 تا سریال گیم آف ترونز و وایکینگ هاست. یعنی بخش تاریخی که شباهت داره با وایکینگ ها و بخش قلمرو خواهی، بخش جنگیدن بین چند تا قلمرو هم شاید میتونیم بگیم شباهت داره به سریال گیم آف ترونز. خود سریال توی تایم 1600 تا 1700 میلادی اتفاق میفته. توی این تایم از تاریخ کشیرانی توی اروپا خیلی زیاد شده بود. بیشتر کشورهای کشیرانی هم که می‌کردن اسپانیا، پرتغال و انگلیس، که بعدها، یعنی اینا اول اسپانیا و پرتغال بودن بعدش انگلیس، ها این عرصه گذاشت کشیرانی توی کشورهای مختلف کشف کردن از نظر خودشون و با مردمان جدید داشته شد. اما به طور کلی کشور پرتغال بیشتر مستعمره کرد کشور ژاپن. یه اتفاق قشنگی که تو سریال میفته اینه که شما درگیری 2 تا مذهب مسیحی رو میتونید بگید، درگیری مذهب کاتولیک و پروتستان، که این 2 تا چقدر اختلاف نظر دارن، حتی دشمنی دارن، بعضی جاها به خون هم دیگه تشکن. این اتفاقات تو خود سریال قابل مشاهده هست. این از بخش خارج از ژاپن. اما این که اصلا خود شوگون یعنی چی و اصلا چرا اسم سریال اینه، چرا اسم کتابونه. شوگون به فرمانده نظامی کشور ژاپن میگفتن که قدرت خیلی زیادی داشت. از اونجایی که قدرتش خیلی زیاد بود، قدرتش برابری میکرد با امپراتور و حتی از امپراتور هم بیشتر بود. حالا چرا قدرتش از امپراتور بیشتر بود؟ پس خودش امپراتور نکردن. به دلیل وجود دینشون و احترامی که به دینشون داشتن، هیچ وقت نخواستن امپراتور و دربارش رو پایین بکشن. اونا به صورت اسمی حضور داشتن، اونا هم به صورت موروثی بود. خود شوگون هم به صورت موروثی بود و البته 2 بار خاندانشون عوض شد. یعنی خاندانی که توی شوگون ها به صورت موروثی اتفاق افتاد، این خانواده عوض شد، یه خانواده دیگری و یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. شوگون ها کلا فرماندهی نظامی کل کشور ژاپن رو داشتن. اینطوری نبود که یه بخش از ژاپن باشه کل کشور همونطور که امپراتور احاطه داشت. چون شوگون یه مقام بالاتری بود، پس قاعدتا رو کل کشور احاطه داشت و میتونست در مورد بخش‌های نظامی، بخش‌های مالکیتی و باقیش نظر بده.
اما توی خود سریال چه اتفاقی میفته که اینقدر میگیم شبیه گیم آف ترونز و وایکینگ هاست؟ سریال از اونجا شروع میشه که امپراتور پیری یه ولیعهد جوون داره، تنها ولیعهدش هم همون ولیعهد جوونش، ولی به خاطر اینکه سنش بالا 5 نفر رو انتخاب میکنه تا به کشور حکومت کنن تا زمانی که ولیعهدش به سن قانونی میرسه و خودش قاعدتا میتونه حکومترانی کنه. اون 5 نفر 4 به 1 موافق مخالفن دیگه، یعنی 4 نفر با هم یه مخالفتی ندارن از لحاظ حکومتی، ولی اون یه نفر مخالفه. بیشترش هم به خاطر این بود که اون 4 نفر مستعمره یه جوره پرتغالیا که تو کشور ژاپن بودن، ولی اون یه نفر از این حالت خارج بود، یعنی از این موضوع خوشش نمیاد و کلا از این داستان دشمنی داشت با این موضوع. اون یه نفر همون شگون ماجرای ماست که اصلا خودش دوستان داره شگون نامیده بشه، در مورد شگون نظر مثبت آنچنانی نداره. تو یه بخش از سریال هم بهش اشاره میکنه که شگون ها جنگ ستیز بودن. بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم درباره تصویرها و جلوه‌های ویژه‌ای که توی سریال اتفاق می‌افتاد. اگه شما سریال رو نگاه کنید واقعا به این پی میبرید که بعضی اوقات یادتون میره این صحنه که دارید می‌بینید واقعی نیستش و توسط کامپیوتر ساخته شده. خیلی از صحنه‌ها مثل صحنه‌های طبیعی زلزله که اتفاق میفته تو سریال، صحنه‌هایی که توی جنگ اتفاق میفته، سرزدانهایی که توی سریال هست، اینا همشون یه جوری واقعا زیباکار شده که اصلا شما یادتون میره که چه اتفاقی داره میفته. بعضی از صحنه‌ها خیلی دلخراشه ولی شما واقعا احساس می‌کنید اون چیزی که دارید می‌بینید واقعیه. خیلی کمک می‌کنه به اینکه حس واقعی بودن از اون سریال بگیرید. از این نظر هم شباهت داره به سریال گیم آف ترونز. توی اون سریال هم همین داستان بود، خیلی واضح همه چیز نشون داده میشد. توی این سریال هم دقیقاً همین شکلی هست از همه نظر. و بریم سراغ نکته سوم. نکته سوم بچه‌ها، فرهنگ ژاپن خیلی زیبا نشون میده توی فیلم. از تراشیدن کله موهای مردا یا از نوع لباس پوشیدن خانوم‌ها، راه رفتن خانوم‌ها فوق‌العاده است. بازیگر نقش اول خانومش که توی سریال هم توی یک شوی از یک برنامه آمریکایی میگه که چقدر سخت بوده تامین کردنش و اینکه تمام خانوم‌هایی که توی سریال هستن به یک روش و به یک نوع راه میرن و همشون شما تغییری توی راه رفتن دوتا آدم نمیبینید توی دوتا خانم که توی سریالن. واقعا خیلی با نظم، خیلی دقیق کار شده این داستان، بسیار جذاب میکنه سریالو و اصلا فوق‌العاده است توی این موضوع. اینا چیزایی بود که به چشم میتونستیم ببینیم، ولی احترامی که توی سریال دیده میشه کلا تو سریال‌های آسیای شرقی نمیبینیم. خمورستونشون برای عروسشون داستان خیلی دیده میشه، ولی اینجا خیلی قشنگتر، زیباتر دیده میشه این موضوع و شما لذت میبرید از اون احترام. براتون عصبانیتون نمیکنه از اینکه وای بسه الان این شکلی نیست. واقعا یکی از زیباترین اتفاقایی که توی سریال میفته نشون دادن وفاداری اونایی که درجه 2 بودن توی یک قلمرو، یا اونا مردمای عادی که نسبت به هر حتی کوچکترین حرفم وفاداری داشتن. یه جایی از سریال اتفاقی که میفته اینه که اگه به یه چیزی دست بزنی میمیری و اون فرد مجبور میشه به اون داستان دست بزنه و خودکشی میکنه، بخاطر اینقدر وفاداریشون زیاد بود. نکته چهارم در مورد روند سریال. روند سریال اصلا این شکلی نیست که شما توی یه قسمت پر از اتفاقات گوناگون باشه ولی قسمت بعدش نه اتفاقات عادی این شکلی. نه، توی هر قسمت به اندازه مساوی با قسمت‌های بقیه اتفاقات جذاب، اتفاقاتی که شما جذب سریال بشی. نظری که توی سریال به کار رفته فوق‌العاده است. توی لوگوهای به کار رفته، توی لباس‌های هر قلمرو، یعنی هر کسی که یک حکومت کوچیک هم حتی داره لوگو اختصاصی خودش رو داره و لوگوها واقعا زیباست. یعنی از اون حد فوق فانتزی که توی گیم آف ترونز بود، شیر و اژدها، اون حد نیست ولی واقعا زیبا. شما میفهمید که اینا با هم دیگه متفاوتن و فرق میکنن با هم دیگه و لذت میبرید واقعا از دیدن این همه نظم توی سریال. هر قسمتی 1 ساعته و شما واقعا اصلا نمیفهمید که چجوری 1 ساعت گذشته شد. نه خیلی خسته میشید توی طول سریال، نه خیلی کند پیش میره و اینطوری نیستش که شما یه بخشی از سریال رو متوجه نشید. کامل همه چیز مشخصه و اصلا نیازی نیستش که بخواد کسی براتون توضیح بده که آقا اینجا همچین اتفاقی افتاد. همه چیز کامله توی سریال. همه چیز کامله توی سریال و یکی از بهترین سریالی که میتونید نگاه کنید. بریم سراغ نکته. پنجمین دلیل و یکی از به نظرم خفن ترین دلایلش اینه که انتخاب بازیگر رو فوق‌العاده است. قبل اینکه برم سراغ اینکه 3 تا بازیگر معروفشون و فیلمایی که بازی کردن، اینو بگیم که هر بازیگر هر نقشی انگاری برای اون ساخته شده، کامل دارن خوب بازی میکنن، فوق‌العاده زیباست. انتخاب بازیگر فوق‌العاده است. هر نقشی دقیقاً
انگاری که تو زندگی واقعیش همون شکل آدمه. واقعا سریالی نیستی که بگم خب یه سریال خشک و خشن و فقط خونریزی، نه اصلا این شکلی نیست و شما واقعا لذت میبرید از سریال. هیرویوکی سانادا بازیگر نقش اول سریاله، یعنی همون شگون داستان ما، که اگه بخوام به فیلمایی که بازی کرده، یکی از معروف ترین فیلماش آخرین سامورایی بود که با تام کروز بازی کرده بود. سریال وست ورد لاست و سریال معروفی که بشر بازی کرده، بشر فوق‌العاده جذاب، لذت میبرید از صحبت کردنش، از نوع رفتاری که تو فیلم داره. خودش توی مصاحبهش میگه که ما سعی کردیم بهترین باشیم توی انتقال فرهنگ ژاپن و ژاپنی، سامورایی اون بخش از تاریخ. بازیگر نقش اول خانومش آنا ساوایی که بازیگر واقعا زیبا چهره، البته با اون گیلمیش توی اون سریال داره. توی سری خشن 9 و 5 احتمالاً باید یادتون باشه و سریال مونارک هنوز در حال پخشه یا مونارچ، نمیدونم، ما که اونایی که تجربه میخونن میگن مونارک، پروانه نمیدونم اون میگن، من ندیدم خود سریال. اما بازیگر غیر ژاپنی و مورد علاقه من جان بلکتورن فیلم کوسمو جارویس، یالا اسمش هم این شکلیه، مامون ببخشید. خلاصه این که فیلم و سریال معروفی که بازی کرده این برادر پیکی بلایندرز بوده توی فصل 5 و این سریال ببینید قشنگ یادتون میاد. و بزرگ شده توسط گورگ ها هم 3 قسمت بازی کرده. بزرگ شده توسط گورگ ها اگه ندیدید فکر کنم اولین سریالی میشه که تراپیست فیلم همون راگنار خودمون بعد از واکینگ ها بازی کرد و فکر کنم آخریش هم همون بودی. بعد اون سریالی بازی نکرده بزرگ شده توسط گورگ علمی، یه سریال علمی تخیلی. این از 5 نکته. بریم یه سری نکات آخری رو بگیم و خلاص. کامنت ملت. آقا کامنت ملت یه بخشیه که ما سعی میکنیم تو همه ویدیوهامون داشته باشیم توی سایت‌های زومجی و فکر کنم دیجیاتو بود اگه اشتباه نکنم. توی این کامنت ها من میرم کامنت ها رو میخونم، اگه کامنت جالبی باشه، بحث داغی باشه توی کامنت ها، سعی میکنم داشته باشه. ولی کلاً تنها چیزی که بود همین فقط در مورد اسم شوگان و اشتباه بودنش بود. بچه‌ها اسمش فیلم سریال در واقع شگونه، بچه‌ها اشتباه نگی. کامنت ها کلا این شکلی بود که کاش فصل دوم داشت، در قسمت کم بود، کاش هیجانش توی بخشایی که حالا خودتون آخر سریال متوجه میشید بیشتر میشد. کامنت ها بیشتر نقد مثبتی داشتن نسبت به سریال، نقد منفی کمتری بود. فقط تنها دغدغه‌شون این بود که سریال انقدر خوبه چرا باید کم باشه. موضوع تنها همین بود. نمره های سریال توی سایت IMDb نمره 9 هسته، فکر کنم 5500 تا رای. البته آخرین باری که من نگاه کردم نمیدونم الان چقدره. توی سایر متاکریتیک 37 تا نقد، 86% مثبت بوده و توی سایت گوجه خودمون هم همون تومیتوز 100% نقد مثبت بود از 57 تا فکر کنم اگه اشتباه نکنم نقدی که داشت 57 تا نقد داشت 100% مثبت بوده همشون. خیلی حال داد بهم و امیدوارم که 19 دقیقه ویدیو رکورد شد، نمیدونم خود ویدیو چقدر میشه، خیلی حال داد بهم و امیدوارم که لذت برده باشید. حتما این سریال رو ببینید. اگه دوست دارید این سریال رو ببینید توی دیسکریپشن چنل تلگرام رو میذارم، اونجا میتونید بیاید توی چنل تلگرام، سریال هر 10 قسمتش هم گذاشته میتونید اونجا نگاه بکنید و لذت ببرید. خیلی خوشحال شدم، خیلی لذت بردم با اینکه باهاتون صحبت کردم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، انگلیسی، فارسی، ژاپنی حتی بلدید بذارید. ممنون، مرسی که نگاه می‌کردید. تا ویدیو بعدی، سریال بعدی، فیلم بعدی.